131 عائله در دهه سرخاب ناحیه فرخار که از سیل ماه می ضرر دیدند از جمعیت هلال احمر تاجیکستان کمک گرفتند. این یاری بشری از بسته‌های رخت خواب و تجهیزات روزگارداری عبارت است. از پایان دهه سرخاب دریا می‌گذرد و پهلوی آن به کوه چسبیده است. هنگام بارش شدید از این کوه‌ها آب جاری می‌شود و با بلند شدن سطح آن زهبورها امکان پرتافتن آب را ندارند. از این رو آب در دهه جمع شده روزی 16 می خانه و کشتی مردم را به این حال آورد. مقامات آن روزها درباره تأسیس گروه‌های کاری خبر می‌داد و مردم از بی‌فعالیت آنها شکایت می‌کرد. همین چیل بنا پاشته بگیره باید چیل بنا زیاد و خامه ازش. اوس تو اینا ملاو زبر تو آخره هم مقرم بدگی و گشتگی. این راه است که جماعت غلبه را به مرکز می‌پیوست و آن روزها خبرنگاری رادیوی آزادی شاهد این وضع شد. هلال احمر تاجیکستان میگوید که روز اول تیم واکنش به آفت‌های طبیعی آنها از کلاب به محل سیل رسید. کارمندان و اختیاریان به بهاگذاری وضع آسیب دیدگان جلب شده به آنها یاری اولی طبی رسانده آنها را به مکان بی‌خوف کوچاندند. به آسیب دیدگان سیل سرخاب قریب بعد از 1 ماه این کمک رسید و همین وقت نیز برای کسانی که محتاج بودند سری وقتی بود. کمیسیون دولتی معین کرده است که سیل 6 خانه را ویران و 11 تای دیگر را نیمه ویران کرده است. تا 3 کیلومتر راه ولنگار شده زیاده از 270 هکتار زمین کشت تگ آب ماند. جمعیت هلال احمر غم دهقانان را نیز خورده است و برای تجدید کارها در زمین کشت به آنها بیل و کلن تقسیم کرد. البته با آنها به ترتیب درآوردن آن همه ویرانه ها کاری سهل نیست. برای کسی که سیل همه چیزش را ربوده داشتن همین یک بیل و کلن هم دولت کلان است. کمک جمعیت هلال احمر در مرکز دهه با روی خط و حفظ رقم‌های شناسنامه‌ها تقسیم شدند. این هم به خاطر ترکه نشدن کمک هاست که گاه در تاجیکستان رخ می‌دهد.